بخشش کمتر دیر کردم. کمتر نی؟ کودک را چی و نمازخانیش چی؟ شرط بود که درمی سری را خودنمایی کنی. این خودنمایی نیست معلم. نو بسته از سن سال هر یکی ما باید فرض خدا را اجرا کنیم. ای خودت را فرشته نخوان. ما 16 سال تحصیل کردیم، قریب 30 سال کار کردیم، ولی در یگان جا خودمون را نه عالم نه داملا نه تراشیدیم. انگلز در کتابش آفرینش عالم درباره شما بر این دانشجویان بسیار خوب گفته است که آدم کیست و باید چی کار کند. خواندن در کار یک بار از برای ثواب خوانید. انگلز؟ انگلز. آخر انگلز از کجا بهشت دوزخ را میدانست؟ تا کی مردم را با دوزخ میترسانید؟ و وقتی این خیل کونه پرستی ها کی ها گذشت؟ هرچی که میگویم گفته های خدا و پیغمبر است. خدا؟ پیغمبر؟ بله، همون اللهی که زمین و آسمان تمام موجودات زنده را اینچنین انسان های ناسپاس را آفریده است. باز میگویم که سواد نداری. نظریه داروین را میدونی؟ آدم از میمون به وجود آمده است. شما نظریه داروین را یادآور شدید؟ همین خیلی هست؟ آخر نظریه از حقیقت علمی از زمین تا آسمان فرق دارد. اگر شما اتیستان اجدادان خود را از میمون حسابید اختیار دارید، لیکن ما مسلمانان اجدادان ما آدم بودند و خدای بزرگ آنها را آدم آفریده بود. خروس شجاع، گویا خدا را دیده باشی و با او هم صحبت شده باشی. نه، خدا را هیچ کس دیده نمیتواند. او در دل هر یکی ماست. تنها مؤمنان در آخرت جمال مبارک او را میبینند. گوش کن، اون چرا که ندیده ای او چخیل به وجود داشتنی وی باور داری. هر چرا که میبینیم انیخ میبینیم یعنی وی وجود دارد، ولی اون چرا که نمیبینیم او چخیل میگوییم که وی وجود دارد. بیاقل. شما باره عقل خود را دیده اید که به هستیش باوری دارید. همین طور ما هم خدا را ندیده ایم، لیکن با او، با پیغمبر، با کتاب قرآنی که به ما فرستاده است باوری داریم. کمتر فکر کنید معلم.